کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 27 مارس سال 2022 باران‌های شدید و گرم شدن دمای هوا باعث بالا رفتن سطح آب در رودخانه‌ها و حرکت خاک و گل شد که بر اثر آن در کیلومتر 352 راه ماشینگرد شمس‌الدین شاهین درواز که از قلمرو دهه عمرک نویه درواز عبور می‌کند راه بسته گردید. برای انجام دادن کارهای جهت رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تکنیک مخصوص وزارت نقلیات جلب گردیده با کوشش کارمندان این اداره پیامدها برطرف شدند. در عین زمان راه باز است و ماشین‌ها از دو سمت رو دارند. 18 مارس سال 2022 در همین منطقه سیل گل و لوی زیاد را فرو ریخت که در نتیجه برای چندی از خانواده‌های دهه عمرک نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان خسارات آورد. طبق معلومات پیشکی کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده ولایت در نتیجه آفت طبیعی 2 بنای استقامتی پرره و 3 خانه استقامتی قسما خراب شده است. اینچنین زمین‌های نزد اولیگی و خواجگی‌های یاری رسان 6 خواجگی ضرر دیدند. 25 مارس سال 2022 با مقصد معین نمودن خطر آمدن سیل برای گذرانیدن تحقیقات مهندسی و گئولوژی گروه کاری از جمله کارمندان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و سردار گئولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به جای حادثه رفتند. 2 کوادراکوپتر کمیته برای کوفتوکوف تحقیق ریلیف کوهی و منطقه پیدایش سیل استفاده شده است. سنجش نشان داد که 15 خواجگی زیر خطر سیل قرار دارند. عین زمان کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده نویه برای در آینده نزدیک به منطقه‌های دیگر امن کوچاندن این خانواده‌ها تدبیرها میاندیشد. به عائله‌های آسیب دیده از جانب حکومت محلی و صاحبکاران خصوصی ولایت کمک‌های ضروری رسانیده شد. بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کشور تا آخر ماه مارس سال جاری احتمال لغزش ترمه، آمدن سیل و حادثه‌های دیگر نظیر یرچ و بالوروی سطح آب دریاها و آب انبارها باقی میماند.